از اونجا از این پایگاه ترتیب قبول انتیام‌های عملی و نظروی شناس میشه، چون که در من گفتم که حجت‌های رانندگی که میشد امروز اینها فرد کنونیش نقطه‌های میشود یک در امین میدان اتومات نشده در اونجا امروز رفته خودتون مشاهده اون میشود که چیل اون فردی کنونی میشود یا پرسونالیزاسیون میگن نسبت هر یک شهر فردی کنونی کرده میشود. شما میبینید قابلیت نقطه در هر ولایت میشود. برای ما گفته که گوجه‌ای که وابسته امروز تنها در شهر دوشنبه از 5 مارس جاری میشود. در دیگر شهر و ولایت‌ها نوع‌ها با جهازانده شدن آنها با تکنولوژی معاصری که ضرور است برای همین دادن شهادتنامه رانندگی بیومتری بعد از جهازاندن آنها این عملی کرده میشود.